سلام. امروز اومدیم با تعویض گیربکس دریل APN که گیربکسش خراب بود. گیربکس تهیه کردیم که بندازیم روی دریل. دریل رو میبینین و این که یه دنده بزرگ میفته پایین دریل. وقتی دنده بزرگ رو انداختین این ور یه حالت خارمانند مشخص میشه وقتی که میبینینش. این هم که تغییر سرعتشه. یه ورش حالت کنیکداره که دارم تو تصویر نشونتون میدم. طرف کنیکدار به سمت بالا باشه حتما. و بعدش تغییر حالت سرعت رو میبینین که این ورش یه خار داره، حالت جاخاریه، و یه ورش بزرگتره که این سمته که باید بیفته رو به پایین. و اون حالت شیار مانند بود که نشونتون دادم میفته روی اون تغییر حالت، تغییر حالا میشه بگید سرعت 1، سرعت 2. بعدش این پیمش رو جا میزنیم. پیمش پایین یه حالت شیار مانند داره که باید بره داخل اون شیاره که قلف کنه دیگه از جاش بیرون نیاد. مطمئن شین که داخل اون شیاره. میتونین با تکون دادن یا مثلا دوباره تست کنین، انداختینش یه ذره پیچو بچرخونین، تغییر حالتش رو بالا پایینش کنین، ببینین در میاد یا نه. اگه که در اومد بفهمین که جا نرفته. اگه که نه، مثل الان ویدیوهایی که براتون گرفتم، سر جای خودش مونده و داره درست بالا پایین میکنه تغییر سرعت رو روی دنده های بزرگ و کوچیک، اوکی. باشی دنده کوچیک رو داریم که باید بیفته قسمت بالا. دنده کوچیک هم جا میزنیم و باز دوباره تست میکنیم که ببینیم قلف میکنه دنده کوچیک رو یا نه. باید حتما قلفش کنه. و بعد از این پایین میتونین شما بچرخونینش، ببینین دنده کوچیک درگیر میشه نمیشه. بعدش که چرخوندینش مطمئن شدین درگیر میشه، بعدش بچرخونینش ببرینش پایین که ببینین دنده کوچیک خلاص میکنه یا نه. باید دنده کوچیک تو این حالت خلاص باشه. اینجا که خلاصی ما نشون نده، دست میذاریم روش و دوباره میچرخونه که ببینیم بله درسته خلاص شد. و خلاص بود دیگه، دنده ها اوکیه، سر جای خودشون قرار داره. بعدش جاشون میزنیم. این حالت یه شیار داره که این میفته داخل پایین و یه شیار هم این ور داره. حالت دوتا خارن. این دوتا خار باید برن تو جای خودشون. دوتا رفتن تو جای خودشون. دوباره تغییر سرعت رو تست میکنیم که ببینیم نرم هست نیست. نرم بود میتونیم یه لحظه بدون پیچ این که بستیمش تست کنیم. الان داخل برق میزنیمش و سرعت 1، الان سرعت کمه، تست میکنیم و بله میبینیم سرعت الان سرعت پایینی داره دریل ما برامون میچرخه. پس یه دنده درسته. میاریمش روی سرعت بالا، سرعت 2. سرعت 2 هم تست میکنیم. بله الان میبینیم که سر دریل با سرعت بالاتری داره برامون میچرخه. خیلی ممنون که با ما همراه بودین.